خب بچه ها خوب گوش کنید، این تحلیل این عکسی که براتون انجام میدم خیلی تحلیل مهم و مفهومیه، خیلی هم سخته. ببینید بچه ها، الان اینجا این عضوی که ما داریم میبینیمش اینجا کبده. خب که کبد بچه ها دقت کنید در پشت این لوب بزرگترش، این لوب بزرگتر کبده بچه ها. بذارید با رنگ مشکی بهتون نشون بدم ببینیدش که معلوم باشه. این لوب بزرگتر کبده، این لوب کوچیک‌تر کبده بچه‌ها. کبد چند تا لوب داره؟ کسی میدونه؟ 4 تا لوب داره بچه‌ها. 2 تا نیست. 2 تا پشت نمیبینیدش. خب پس جمعاً کبد 4 تا لوب داره. هرچند مهم نیست چون تو کتاب که نگفته. اما میخوام یه چیزی بهتون بگم. بچه‌ها کیسه صفرا در پشت این لوب بزرگتر قرار میگیره. یعنی شما اگر از جلو به کیسه صفرا نگاه کنید، این بخشی که براتون هاشور مشکی زدم رو از کیسه صفرا به نظرتون میبینید یا نمیبینید؟ از جلو اگه نگاه کنید به قضیه نمیبینیدش، درسته؟ چون پشت لوب جلوییه. تنها بخشی از کیسه صفرا که شما از نمای روبرو میبینید همین بخشیه که عملاً من یه هاشور سبزی هم روش زدم، هرچند که خیلی معلوم نیست ولی مشخصه دیگه. پس شما فقط این بخش رو اینجا از جلو دیده میشه، درسته؟ اون بخش مشکی از جلو دیده نمیشه. اوکی؟ خب نه درون کبد نیست، پشت کبده، پشت این لوب جلوی کبده. حالا بچه‌ها یه دقیقه نگاه کنید. لوب کوچکتر کبد منطقاً چون کوچکتره تعداد مجراهای صفراوی کمتری هم داره. لوب بزرگتر هم که لوب سمت راستش هست منطقاً تعداد مجراهای صفراوی بیشتری داره. بچه این مجراهای صفراوی که کوچولوان میان با همدیگه همشون یکی میشن، ترشحات کبد از صفرا رو میگیرن، چون کبده که داره صفرا رو میسازه. صفرا چیه؟ یک ماده سبز رنگه که کبد میسازه، به گوارش لیپیدها و کلا گوارش مواد توی لوله گوارش کمک میکنه. ضمن شامل یه سری مواد دفعی هم هست که چند دقیقه دیگه بهتون توضیح میدم. حالا بچه‌ها این در واقع من شما عرض کنم که صفرا به وسیله این مجرا میاد تا اینجا. شما به مسیر مجرا نگاه کنید، به نظر شما چطور ممکنه که این محتویاتی که از این مسیر دارن میان فرتی بیان برن تو کیسه صفرا؟ اصلا راهی به کیسه صفرا ندارن مگر اینکه چیکار کنن؟ برگردن رو به بالا و از این طریق بریزن تو کیسه صفرا. حالا تو خودتو بذار جا صفرا، جاذبه داره میکشتت به سمت پایین، منطقیه که تو همین مسیر پایین رو ادامه بدی یا برگردی بالا بریزی تو کیسه صفرا؟ کدومش منطقی تره؟ منطقاً ادامه مسیر به سمت پایین منطقیه، درسته؟ اما بچه‌ها نکته‌ای وجود داره که این نکته تو کتاب نیست، اما به نظر شما این موضوع قابل برداشت هست یا نه؟ که یک چیزی این مجرا رو موقتاً ببندتش تا این صفرا راهی نداشته باشه جز این که برگرده بره تو کیسه صفرا. خیلی منطقیه، حتی من نگفته خودتون فهمیدین. پس اینجا ما یک بنداره ای داریم. آقا خارج از کتابه. آره کتاب نگفته ولی میشه برداشت کرد، نمیشه؟ میشه برداشت کرد، درسته؟ خیلی هم برداشت منطقیه بچه‌ها که مواد برگردن بریزن تو کیسه صفرا. حالا فرض کن الان صفرا داخل کیسه صفرا ذخیره شده، من دیگه این خطوط مشکی بالا رو پاک میکنم. فرض کن صفرا از کیسه صفرا میخواد بیاد بره داخل روده باریک، میخوام ببینم مسیرش چطوره. الان بچه‌ها دقت کنید، کیسه صفرا به هیچ عنوان صفرا ترشح نمیکنه، صرفا ذخیره‌اش کرده. ترشح صفرا با کبده. خب حالا بچه‌ها کیسه صفرا دیوارش عضله داره، مایچه داره، مایچه‌هاش منقبض میشن. کیسه صفرا این صفرای داخلش رو هول میدن به سمت بالا. پس خروج صفرا از کیسه صفرا به سمت بالاست یا به سمت پایینه؟ اگه صفرا بخواد از کیسه صفرا خارج شه به سمت بالاست. نگاه کنید اون لحظه‌ای که میخواد از کیسه صفرا خارج شه باید به سمت بالا حرکت کنه. نکته مهمیه. حالا از این مسیر میاد، این بنداره دیگه باید باز بشه، میاد پایین. یه سوال منطقی ازت بپرسم، این مجرای سبز رو اگر از جلو نگاه کنی میبینیش؟ نه. چرا؟ چون یا لابلای بافت کبده یا پشت کبده، نمیتونی با چشم ببینیش، این مجرا قابل دیدن نیست. خب میاد پایین، حالا میخواد از زیر صفرا، از زیر در واقع کبد این مجرا بیاد بیرون. بچه‌ها دوست دارم اون بخش هایی که با چشم دیده میشن رو مثل اینجا که کیسه صفرا با چشم دیده میشد به رنگ سبز بکشم. خب
پس یعنی بخشایی که از جلو دیده میشن رو سبز میکشم، بخشایی که از جلو دیده نمیشن رو مشکی میکشم. تا اینجا هر چی کشیدم مشکی بوده دیده نمیشد از جلو. حالا از اینجا به بعد این مجرا رو قبول دارید باید با رنگ سبز بکشم چون از جلو دیگه دیده میشه، از پشت کبد اومد بیرون؟ نه، غلطه. چرا؟ چون بلافاصله که از پشت کبد میاد بیرون میره پشت روده باریک، پشت 12. بچه این 12 هست، این 12 هست، میره پشت 12 قرار میگیره، باز هم نمیبینیمش از نمای جلویی. پس از پشت 12، ببین اینجا پشت 12 است، دقت کنید پشت 12 میاد پایین. خب حالا از پشت 12 دوباره میخواد خارج شه، میخواد بیاد پایینتر. آیا از اینجا به بعد باید دوباره سبز بکشم، در واقع باید دوباره مشکی بکشم، یا باید سبز بکشمش؟ از نمای روبرو دیده میشود یا نمیشود؟ کدومش؟ میگم آقا باز هم دیده نمیشود. چرا؟ چون این بار میره لابلای بافت پانکراس، میره داخل پانکراس، بازم نمیبینیمش. پس باز هی قایم میشه. در واقع یکی از بچه‌ها پارسال این حرفو زد، گفت هی قایم میشه، میاد اینجا و از این طریق از این نقطه که در ابتدای 12 هم نیست، چون ابتدای 12 اینجاست، ترشح صفرا پس به ابتدای 12 نمیریزه. به کجا میریزه؟ به وسط‌های 12 میریزه. درسته؟ پس وسط‌های 12. آیا میتونم بگم اوایل روده باریک؟ بله. چرا؟ چون خود 12 اوایل روده باریک. اوکی؟ پس این جمله اوایل روده باریک رو میتونم بگم، ولی دقت کنید اواسط 12 نه اوایلش. خب حالا این از در واقع مجرای صفرا که به این صورت اومد. حالا تا اینجا ما مسیر حرکت صفرا رو خوندیم. کرکوپراتون ریخ خدا وکیلی. خیلی این تحلیل این شکل تحلیل مهمیه بچه‌ها، نکاتش خیلی مهمه. خب حالا گوش کنید، میایم سراغ ترشحات پانکراس. بچه‌ها پانکراس هم همینه، یک سری مجراهای کوچولو کوچولو داره که این مجرای کوچولو کوچولو ترشحاتش رو می‌ریزن به یک مجرای بزرگ که در این وسطه. این مجرا وقتی به این نقطه رسید، از این نقطه دو شاخه میشه. شاخه بالاتر به تنهایی ترشحات خودش رو میریزه به 12. درسته؟ با کسی مشترک نمیشه. اما مجرای پایینی میاد و با مجرای صفراوی یکی میشه. درست شد؟ پس بذارید اینجا بعد براتون آبی بکشم که ببینید. ببین مجرای پایین میاد با این یکی میشه، با هم میریزن به 12. اما مجرای بالا مسیرشو تنهایی میاد و میریزه به 12. درست شد؟ پس اینجا نکاتشو مینویسم. مجرای بالایی پانکراس به تنهایی میریزد به چی؟ به همین دوتایی که اینجا نوشته بودم. غیر از اینه؟ به اوایل روده باریک یا اواسط 12. و مجرای پایینتر، مجرای پایینی پانکراس به صورت مشترک با کی؟ با مجرای صفراوی به چی میریزه؟ به دوباره همینا. اوکی؟ درست شد بچه ها؟ خب حالا من یه سوال منطقی از شما میپرسم، سوال قشنگی هم هست. اگر یه وقت یک چیزی به نام سنگ صفرا، شنیدینم احتمالاً، شاید حتی تو فامیل کسی داشته باشه، مثلا مادر بزرگ خود من داشت. سنگ صفرا اگه کسی داشته باشه، این سنگ صفرا چند جای مختلف میتونه بمونه و گیر کنه. یک، بیاد گیر کنه اینجا. اگر توی این نقطه آبی رنگ گیر کنه، صرفاً مانع خروج صفرا از کیسه صفرا میشه. آیا اختلال ایجاد میکنه؟ صرفاً درد به وجود میاره. کیسه صفرا رو میکشن بیرون، صفرا همین مسیر رو مستقیم میاد پایین، دیگه نیازی نداره بره تو کیسه صفرا ذخیره شه، پس مشکل خاصی پیش نمیاد. یه وقت ممکنه سنگ اینجا گیر کنه. این خطرناک تره. چرا؟ چون هم مسیر کیسه صفرا رو بسته، هم نمیذاره از این طرف ترشحات صفرا مستقیم بیان بریزن به روده باریک. این خطرناکه. درست میگم؟ اینا سریعا باید خارج شن، اصلا صفرا دیگه نمیریزه به روده باریک. درسته بچه‌ها؟ خب یه وقت هست ممکنه بیاد پایین اینجا گیر کنه. اینجا که گیر کنه یه بدی ثانویه داره، نه صفرا میریزه به روده باریک،
نه این مسیر مجرا پایینی پانکراس میریزه به روده باریک، چون مسیر مجرا پایینی پانکراس هم مختل میکنه، چون اونجا من وصل شدن دیگه این دوتا، درسته؟ اون رو هم مختل میکنه. متوجه شدین چی میگم؟ پس عملا یه بخشی از ترشحات پانکراس رو هم جلوشو میگیره، نمیذاره بریزه به روده باریک. حالا سوال، آیا تو تست اگه بهت بدن سنگ کیسه صفرا اگر اینجا گیر کنه میتونه باعث بشه که همه ترشحات پانکراس به 12 نریزه، درسته یا غلط؟ غلطه. چرا؟ چون مسیر بالایی که مسدود نمیشه، که مسیر پایینی است که فقط میتونه مسدود بشه، درسته؟ بیشتر اوقات سنگ همین حوالی اینجاها میمونه، اگه پایین بیاد خطرناکه، حتی سرطانزا هم هست، یعنی حتی میتونه باعث سرطان مجرا صفراوی بشه. خب خیلی سرطان بدخیمیه. اینم از این که برای شما درس دادم. حل بچه‌ها، پس شما مسیر ترشحات صفرا و در واقع کیسه صفرا به داخل 12 رو به طور کامل الان یاد گرفتین. عملا هر نکته‌ای که ازش بود بهتون گفت.